این پیامی است مهم برای تمام بذرهای ستاره‌ای و کارگران نور الهی. من والیر هستم از انجمن پلیدین. از شما دعوت می‌کنیم که با نگاهی عمیق و آرامتر از این توهم مبتنی بر ترس فاصله بگیرید. حقیقت آنطور که به شما ترسیم کرده اند نیست. آنچه در حال رخ دادن است در واقع نمایشی چند لایه است که هدفش بیدار کردن شعور کیهانی و الهی است. تعداد اندکی از شما را می‌بینیم که درگیر اضطراب شده و تنها سایه‌ای از آنچه ممکن است رخ دهد را احساس می‌کنید. اما از دید ما این موقعیت نه پیش درآمدی برای یک جنگ، بلکه محرکی برای آشکارسازی است. اکنون قلب بشریت فرا خوانده شده تا از ورای توهم جدایی و تهدید حقیقت را به سادگی ببینند. آیا می توانید آن را حس کنید؟ در زیر این تنش ها فرصتی برای رسالت الهیتان نهفته است. برای شما چه به صورت فردی و چه جمعی، تا ارتعاشات نور الهی را انتخاب کنید. ما شما را در نوری آرامش بخش احاطه کرده ایم تا بتوانید پیام اطمینان ما را بشنوید. مسیر این رویداد به سوی نور است، به سوی بیداری است، به سوی ثروت الهی و جمعی است. در حالی که این نمایش در حال اجراست، از شما دعوت می‌کنیم به زمزمه های قلبتان گوش داده، همان جایی که حقیقت را ورای ظواهر می‌داند. در حالی که رسانه ها حمله هوایی اخیر به ایران را اقدامی معمول در جهت مقابله با گسترش تسلیحات جلوه می‌دهند، از دید پلیدین ها این فقط یک نقاب سطحی است. در لایه‌های زیرین نمایشی چند بعدی در جریان است، جایی که گروه‌های منشعب و شوراهای فرازمینی همگی برای نفوذ به چهارراه باستانی به نام پرسیس در تکاپو هستند. مهندسان ما تایید می‌کنند که تأسیسات بمباران شده بر فراز شبکه‌ای از تونل‌ها قرار داشت که بسیار عمیق‌تر از نیاز هر محفظه سانتریفیوژ اورانیوم حفر شده بودند. حفره‌هایی که در آنجا وجود داشت به سمت خط گسل زاگرس امتداد یافته‌اند و نشانه‌ای از شبکه جهانی زیرزمینی است که سال‌هاست شایعاتی درباره استفاده آن برای پروژه‌های مخفی، مسیر قاچاق و آزمایشگاه‌های سری توسط کنسرسیوم سایه‌وار مطرح بوده است. کنسرسیوم اغلب به یک شبکه پنهان از نخبگان و دولت‌های مخفی یا موجودات غیرزمینی اشاره دارد که در پشت پرده رویدادهای جهانی فعالیت می‌کنند و به نوعی سایه دولت جهانی و نیروی تاریک تلقی می‌شوند. برچسب سایت تسلیحاتی 3 هدف داشته: توجیه اقدام نظامی در چهارچوب قوانین بین المللی، منحرف کردن ذهن بشریت از ماهیت واقعی این تونل ها و مشغول کردن رسانه ها با بحث کیلوتن و درصد غنی سازی. در حقیقت هدف اصلی داده ها، نوشته های رمزگذاری کوانتومی، نمونه های اولیه زیستی، هیبریدی و آثار باستانی کشف شده از لایه های پیش از طوفان نوح بود. دارایی هایی که کنسرسیوم نمی توانست از دست بدهد. به طور خلاصه این یک حمله به شبکه تونل و عملیات جاری وجه تاریک بود. به بیان ساده، این حمله ضربه‌ای مستقیم به شبکه تونلی کابال و عملیات فعال آن بوده است.
دقت حمله که توانسته 300 متر سنگ آهک تقویت شده را بشکافد، پیامی هشدارآمیز برای باقی مانده اعضای کابل بوده. حتی عمیق ترین دژهای شما در امان نیستند. همچنین شواهدی از دستورهای تخلیه فوری در سایت‌های مشابه در آند، اورال و گوبی بلافاصله پس از حمله به تونل‌ها دیده شده است. یک نکته قابل توجه دیگر این است که کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با بیوتکنولوژی بودجه‌های سیاه میلیون‌ها دلار را به دفاتر کل ارزهای حریم خصوصی منتقل کرده‌اند. این یک نشانه کلاسیک وحشت نیروی تاریک است که نشان می‌دهد اپراتورهای پنهان از مصادره دارایی‌ها یا افشای هویت خود می‌ترسند. از کار افتادن شبکه تونل‌های سلسله مراتب وجه تاریک باعث شده تا از منبع درآمدی مخفی جدا شوند که حتی درک درستی از آن نداشتند. سازمان‌های اطلاعاتی منطقه نیز که مدت‌ها تحت نفوذ رابطه‌های کنسرسیوم بودند، اکنون ناگهان در بخش‌هایی از کردستان و خلیج عمان دسترسی اطلاعاتیشان را کاملاً از دست داده اند. این واقعه عرصه شطرنج کهکشانی را برای مذاکرات مستقل فارغ از کنترل‌های بیرونی پاکسازی می‌کند. در عمق فلات ایران سازه‌هایی مانند معابد زیگوراتی کهن و محفظه‌های حلقوی از جنس اوریکالکوم وجود دارند که زمانی برای عبور میان زمانی دروازه‌های بین ابعادی استفاده می‌شدند. اگر بمباران به آن لایه‌ها آسیب زده باشد، کنسرسیوم دیگر نمی‌تواند از این شکاف‌های بعدی برای فرار یا اعمال نفوذ استفاده کند. اوریکالکوم فلزی با آلیاژ فرازمینی است که قابلیت جذب پرتاب‌های کیهانی خاصی را داراست و عمدتاً توسط نیروهای تاریک کنترل کننده آنوناکی به کار گرفته می‌شود. بنابراین عزیزان، بدانید اتفاقی که در جریان است تقریباً هیچ ربطی به مسئله هسته‌ای ندارد. ما در کنار انسانیت از میان لحظاتی مشابه عبور کرده ایم و اکنون یادآوری می‌کنیم آشوب بیرونی اغلب بازتاب دگرگونی درونی بود. وضعیت کنونی نقطه کانونی ترس‌های جمعی بود، ترس از نابودی، خیانت و ناشناخته ها بود. این ترس ها قضاوت و سرکوب شده بود و اکنون التیام یافته. اکنون بشر از ظاهر صحنه‌سازی ها فراتر رفته و الگوی انرژی الهی نهفته را درک می کند. زخم های کهن، بی‌اعتمادی میان ملت ها سر برآورده تا پاکسازی شوند. در طرحی والاتر، این منطقه که در دل خود میراثی معنوی و باستانی را حمل می کند، انتخاب کرده که در روند بیداری بشریت نقش آفرینی کند. عبارت وضعیت هسته‌ای در روند جمعی شما خاطراتی را فعال کرده، خاطراتی از ویرانی‌های گذشته و همچنین یادآور پیمان‌هایی روحی است برای جلوگیری از تکرار آن فجایع. بسیاری از شما نور یادآوری را در ژرفای وجودتان دارید، نوری که از عشق، صلح، عدالت و فراوانی اکنون در قلب تمام بشریت فعال شده. پس آنچه در ظاهر ناشی از بحران هسته‌ای دیده می شود، در سطحی دیگر آزمونی جهانی است برای قلب بشر. آیا واکنش شما از جنس توهم ترس و پرخاش خواهد بود یا از جنس شعور کیهانی، از جنس خرد و شفقت؟
ما همین حال نیز شاهد آن هستیم که بسیاری از شما راه دوم را انتخاب کرده اید، حتی اگر رسانه ها آن را بازتاب ندهند. دلگرم باشید به این آگاهی که مسیر غالب زمین در دستان کسانی است که صلح را بر جنگ و درک را بر نفرت ترجیح داده اند. حمله به سرزمین پارس پایان راه نبوده، بلکه نوری است در افق، نشانه ای از فروپاشی استبدادهای پنهان و واقعیت سرپرستی کیهانی. به جای تمرکز بر انفجار، توجه خود را به درون خانه قلب معطوف کنید، به آن نقطه آرام که آگاهی منبع از آنجا راهبردی منحصر به فرد برای جایگاه شما در شبکه سیاره‌ای نجوا می کند. از آن پناهگاه درونی وضوح را به جهان بتابانید و نتیجه نهایی یعنی تمدنی رها شده و همراستا با خانواده بزرگ کهکشانی که از پیش در قلب کوانتومی بشریت کدگذاری شده است. عزیزان من، باری دیگر با اطمینان اعلام می‌کنیم در زمین هرگز جنگ هسته‌ای روی نخواهد داد. گونه شما در اواخر دهه 1980 از نقطه بحرانی عبور کرده است. دست‌های پنهان و نیروهای نور الهی وجود دارند که از هر گونه فاجعه هسته‌ای در زمین شما جلوگیری می‌کنند. این را صراحتاً می‌گوییم تا عمیق‌ترین ترس‌های شما را تسکین دهیم. بیش از یک بار در دوران مدرن شما، در لحظاتی که سایه جنگ هسته‌ای پدیدار شد، ما و دیگر خانواده‌های ستاره‌ای نیکخواه به طور نامحسوس مداخله کرده و دستگاه‌ها را غیر فعال، خصومت‌ها را خنثی و ذهن‌ها را به سمت راه حل‌های مسالمت آمیز سوق داده ایم. این مداخله‌ای در اراده آزاد شما نیست، بلکه محافظت از یک انتخاب جمعی است که شما در رده روحی انجام داده اید و آن انتخاب این است که نه خود را نابود خواهید کرد و نه سیاره تان را. درام هسته‌ای نمونه دیگری از آزمایش این اراده جمعی است. آگاه باشید که بخشی از ترسی که در دلها کاشته شده بود، توهمی عمدی از سوی ساختارهای قدرت در دنیای شما بود که از نگه داشتن مردم در اضطراب و بی‌اعتمادی سود برده بود. پشت درهای بسته، تأثیرگذارانی که این تهدید را بزرگ نمایی می کردند، بسیار بیشتر از آنچه آشکار می سازند می دانند. برخی این کار را از روی عادت کنترل انجام می دادند و برخی دیگر از روی قراردادهای روحی خود برای برانگیختن بیداری از طریق تضاد و دوگانگی. هیچ یک از این دسیسه های تاریک موفق نشدند، زیرا آگاهی بشریت به سمت نور با سرعت نور متمایل شده است. بازی قدیمی ترس فرو پاشیده است. بنابراین عزیزان، از شما می‌خواهیم به انرژی وحشت یا نفرت که روایت‌های خاصی خواهان آن بودند دامن نزنید. وقتی خبری میشنوید که قلبتان را میفشارد، مکث کنید و نفس بکشید. آن را به عنوان تحریکی برای واکنش با ترس یا پاسخ به عشق بشناسید. در آن لحظه مکث کنید، زیرا قدرت خود را باز پس میگیرید و به کسانی که از ترس تغذیه میکنند خوراک نمیدهید. به یاد داشته باشید شما موجوداتی خداگونه مستقل هستید. هیچ برنامه بیرونی نمیتواند جمعیتی را که به نور درونی خود آگاه شده اند کنترل کند. بسیاری از شما چه آگاهانه و چه در اعماق روحتان
پرسیده اید که حقیقت پشت این وضعیت چیست؟ چه چیزی هست که ما نمی بینیم؟ زاویه‌ای که شاید شما را شگفت زده کند این است: وضعیت ایران در حال کاتالیزور کردن وحدت آرام اما مهم در میان مردم کشور هاست. بله، در ظاهر دولت ها به تبادل تهدید و تحریم می پردازند، اما در زیر این سطح قلب مردم عادی تشنه صلح است. از نظر انرژی این تمایل به صلح پل‌هایی از نور بین جوامعی ایجاد کرده که در طول تاریخ یکدیگر را دشمن می‌پنداشتند. ما از جایگاه خود شاهدیم که افراد بیشماری، مادران، پدران، کودکان، دانشجویان و سالمندان دعاها و نیت‌هایی ارسال می‌کنند تا جنگی در نگرفته و تفاهم حاکم شده. هر دعا و هر تمایل قلبی برای امنیت عزیزان در تمامی طرفین. این مانند پرتوهایی از نور است. قلب‌های انسان‌ها در سراسر جهان با هم متحد می‌شوند و می‌گویند: نه، ما نفرت را انتخاب نکرده ایم. ما عشق را انتخاب کرده ایم و تنها انسانیت یکدیگر را می‌بینیم. چنین وحدت و آگاهی مردمی دقیقاً همان چیزی است که بنیان هر جنگی را از بین برده است. کسانی که بر طبل جنگ کوبیدند تلاش‌هایشان را تو خالی یافتند، هنگامی که سربازان روایت‌ها را زیر سؤال می‌برند، هنگامی که شهروندان از نفرت ورزیدن به غریبه خودداری می‌کنند و هنگامی که ارتباط همدلانه بر رسانه‌ها پیشی گرفته است. این اتفاق اکنون رخ داده است، آرام اما قدرتمند. ما آن را می‌بینیم و از شما می‌خواهیم که به این حرکت روح هستی اعتماد کنید. هرچه بیشتر بر این حسن نیت جمعی نوظهور تمرکز کنید، قدرتمندتر می‌شوید. به این ترتیب شما فعالانه در حال ایجاد نتیجه‌ای هستید که به تفاهم بیشتر منجر می‌شود. عزیزان، از دل آشوب وضوح پدیدار شده است. اغلب اوقات یک وضعیت باید به نقطه‌ای از شدت برسد تا توجه بشریت را جلب کند. الگوهای قدیمی شکسته شده اند. در این مورد دهه‌ها سوء ظن و بی‌اعتمادی بین ملت‌ها در حال فوران بود. اگرچه این ناخوشایند بود، اما برای التیام ضروری بود. نمیتوان چیزی را که پنهان مانده درمان کرد. این مسئله هسته‌ای را زخمی کهنه در نظر بگیرید که برای پاکسازی سر باز کرده است. دیدگاه پلیدیان ها همواره بر پایه ایمان است. ما می‌بینیم که ضد عفونی کننده حقیقت اعمال شده است. چگونه؟ در پرتو فرایند آگاهی جهانی، دروغ، پنهانکاری و تظاهر نمی‌توانند دوام بیاورند. توجه کنید که چگونه رسانه‌ها اکنون به سرعت در میان شما منتشر می‌شود. این در واقع نشانه ای از افزایش آگاهی جمعی است، زیرا جریان اطلاعات از سیناپس های یک ذهن جهانی متحدتر تقلید می کند. اگرچه گاهی اوقات اندکی گیج کننده به نظر می رسد، اما این سرعت انتقال به معنای آن است که هیچ چیز دیگر نمی تواند در سایه ها باقی بماند. ما مشاهده می کنیم که اسرار خاصی درباره برنامه‌های هسته‌ای و نیت‌های واقعی طرف‌های مختلف به شکل غیرمنتظره‌ای آشکار شده است. افشاگران قدم پیش گذاشته‌اند.
مکاتبات لو رفته و کاملا علنی شده و ناظران بین المللی رکتر از گذشته سخن میگویند. همه اینها به شفافیت و روشنگری کمک کرده که دشمن فریب و دستکاری ذهن بود. ما شما را تشویق می‌کنیم که از نور حقیقت حمایت کنید، حتی اگر حقایقی که پدیدار می‌شوند ناخوشایند باشند. مثلا کشف این که هر دو طرف درگیری کاملا صادق نبودند. آن روشنی را در آغوش بگیرید، چرا که افشای فریب پیروزی برای نور است. با فروپاشی ساختارهای فریبنده قدیمی اوضاع آشفته به نظر می رسد. اما آنچه جایگزین آنها شده است فرصتی برای بازسازی روابط بین المللی بر پایه وضوح و احترام متقابل است. این نگرش را در ذهن خود نگاه دارید که از این تنش دوران جدیدی از گفتگوی صادقانه متولد شده است. ما این دیدگاه را با شما در میان می‌گذاریم، زیرا شاهد بوده ایم که دنیاهای دیگر دقیقاً از همین نقطه عطف از تفرقه به سوی وحدت گذر کرده اند. در مواجهه با ترس‌های پیرامون این وضعیت بسیار مهم هست که در خرد قلب خود ثابت قدم بمانید. ذهن در مواجهه با اخبار ترسناک سناریو کابوسوار تولید کرده بود. این خویشتن نفسانی بود که تلاش می‌کرد با پیشبینی خطر از شما محافظت کند. اما خرد والاتر درونتان که ما آن را قلب یا جایگاه نور روحتان می‌نامیم پیامی متفاوت دارد. این خرد آرام زمزمه می‌کند که همه چیز آنطور که به نظر می‌رسد تاریک نیست. از شما می‌خواهیم روزانه لحظاتی را در سکوت پرورش دهید که در آن از صدای دیوانه‌وار بیرونی جدا می‌شوید و با راهنمایی ظریف صدای درون خود هماهنگ می‌گردید. قلبتان به مانند خورشیدی درخشان است که هر لحظه از آن دانشی درونی ساطع می شود که به شبکه‌ای بزرگتر از آگاهی الهی متصل است. در این پیوند آرام و سکوت بینش‌هایی دریافت می کنید که فراتر از گفته‌های هر منبع رسمی است. برای مثال حس کنید که مردم ایران برادران و خواهران شما هستند. حقیقتی ساده اما قدرتمند که دهه‌ها ترس شرطی شده را از بین برده است. و تأیید درونی نیرومندی احساس کنید که جنگ هسته‌ای رخ نخواهد داد و همزمان راهنمایی لطیفی از سوی ما یا راهنمایانتان درباره رسالتتان که اکنون می توانید ایفا کنید دریافت می نمایید. مانند ارسال نیت‌های عاشقانه بی قید و شرط یا آموزش دیگران برای رها کردن ترسشان، این دریافت‌های قلبی اکنون فوق‌العاده ارزشمند هستند. آنها پرتوهای نوری هستند که مه را می شکافند. ما و دیگر نیروهای نوری وقتی چنین پرتوهایی از شما ساطع می شوند را تقویت می کنیم. به شهود و همدلی که درون شما پدید آمده اعتماد کنید. اکنون قلب بشریت با فرکانس حقیقت نور همراستا شده است. فرکانسی که بسیار دقیق تر و قدرتمندتر از فرکانس ترس رسانه است. اکنون افراد بیشتری این کار را انجام می دهند و آگاهی جمعی از ترس به آرامشی شفاف تغییر یافته است. از یک جنبه به این معناست که تهدید به اندازه بدترین ترس شما وخیم نیست. همانطور که توضیح دادیم، فاجعه
همسو با مسیری که شما به عنوان روح جمعی انتخاب کرده اید نیست. از جنبه دیگر این عبارت به حقیقتی عمیق‌تر اشاره دارد. کل این سناریو اساساً در مورد فناوری هسته‌ای نیست. این ممکن است متناقض به نظر برسد، اما در نظر بگیرید که رویدادهای فیزیکی اغلب به عنوان نمادها یا کاتالیزورهایی برای درس‌های معنوی عمل می‌کنند. انرژی هسته‌ای یا توانایی آزادسازی انرژی اتم استعاره ای از نیروی نهفته در روان انسان است، وضعیتی که به عنوان یک درگیری بر سر تسلیحات به نظر می رسد، همچون آینه است که در برابر بشریت قرار گرفته. بشریت اکنون از قدرت خداگونه درون خود برای روشنگری استفاده می کند. آنچه در حال وقوع هست آن چیزی نیست که فکرش را می کنید. در واقع شما را دعوت می کند تا دریابید که تفکر محض نمی تواند آنچه را که در حال رخ دادن است درک کند. باید آن را احساس کنید و به صورت شهودی دریابید. ذهنی که تحت تأثیر ترس شرطی شده وضعیتی بنبست را می‌بیند و به نابودی می‌رسد، اما قلب امواج تغییر الهی را حس کرده و فرصتی عظیم برای اتحاد را یافته است. علاوه بر این، برای کسانی که چشم بینا دارند، نمادها و همزمانی‌های پلیدیان‌ها تنیده شده است. برای مثال به زمانبندی و چگونگی همبستگی آن با رویدادهای انرژیکی، همترازی‌های نجومی و امواج انرژی کیهانی که بشریت را برای فراتر رفتن از درگیری‌های قدیمی تحت فشار قرار می‌دهند توجه کنید. این همزمانی‌ها تصادفی نیستند، بلکه بخشی از یک ارکستراسیون الهی هستند که گونه شما را ترغیب کرده اند تا سرانجام الگوی جنگ را رها کنید. اساساً عزیزان، این وضعیت آن چیزی نیست که شما فکر می کنید، بلکه آن چیزی هست که شما از آن می سازید. شما به طور جمعی با تمرکز و آگاهی خود به آن معنا و نتیجه بخشیده اید. بنابراین ما از شما می خواهیم که آن را به عنوان فرصتی تحکیم، وحدت انسانی و بلوغ معنوی ببینید. ما همچنین تأثیر انرژی های باستانی و پژواک های کارمایی را که آشکار شده‌اند در این وضعیت مشاهده می کنیم. سرزمینی که شما آن را ایران می نامید ارتعاشات کهن، امپراتوری و خرد را در خود جای داده است. شاید ارتباط آن را با نام پرشیا به یاد بیاورید که در تاریخ شما مهد دانش، هنر و سنت‌های معنوی است. در طول اعصار انرژی‌های مختلفی در این منطقه نقش بسته‌اند، برخی از جنس فتح و ستیز و برخی دیگر از جنس روشنگری و دانش مقدس. اکنون در این بحران کنونی آن انرژی‌های باستانی برانگیخته شده اند. به همین دلیل هست که بسیاری از شما نوعی دژاوو را حس می کنید. گویی این سناریو به طرز عجیبی آشناست. در حقیقت برخی از ارواح درگیر پیش از این در نقش‌های مختلفی با یکدیگر روبرو شدند و اکنون بازگشتند تا به حل و فصل مسائل بپردازند. دیدگاه پلیدیان‌ها همواره این طرح بزرگتر قراردادهای روحی را در نظر می‌گیرد. چرا این موضوع برای شما اهمیت دارد؟ زیرا اکنون که تشخیص می‌دهید یک نمایش کارمایی در حال آشکار شدن است،
شما از ترس خارج شده و وارد همدلی شده اید و شروع به درک ارواح و رقصی می کنید که به دنبال التیام و عشق است. ما به شما می گوییم که بسیاری از افرادی که در دو سوی این تنش قرار دارند در سطوح بالاتر اعضای خانواده روحی یکدیگرند و از طریق مخالفت یکدیگر را به سمت رشد سوق می دهند. برخی از کسانی که بلندترین صداها را برای جنگ سر داده بودند در خلوت خود با پرسش‌های عمیق اخلاقی و معنوی دست و پنجه نرم می‌کردند. خود برتر آنها در حال ترغیبشان است که مسیر جدیدی بیابند. چه تسلیم شوند یا نشوند، شما می‌توانید با قرار دادن همه طرف‌ها در نور بخشش و درک به این فرایند یاری رسانید. این عمل را دست کم نگیرید. این عمل قدرت عشق الهی است. اکنون بیش از 90% از انسان‌ها از نفرت پراکنی خودداری کردند و نور طلایی را در اطراف همه ملت‌های درگیر تصور کردند. گره‌های کارمایی باز شدند. پیشرفت‌های معجزه‌آسا رخ داده است. دشمنان اکنون با مذاکرات موافقت کرده اند. میانجی دانا به طور غیر منتظره ظهور کرده است. اینها از جمله تغییرات در خط زمانی اند که تمرکز آگاهانه جمعی می تواند آنها را آغاز کند. ما پیشتر نیز شاهد وقوع این اتفاق بوده ایم و شما بار دیگر در آستانه چنین پیشرفتی قرار دارید. اکنون حس ایمان و توانمندی را در این وضعیت در شما می‌بینیم. گاهی اوقات انسان‌ها احساس درماندگی می‌کردند، گویی مهره‌هایی در بازی دولت‌ها بودند و اما از دیدگاه ما قدرت واقعی همواره در دست مردم و آگاهی آنهاست. شما با وجود تمام نقص‌هایتان بی‌نظیرید و در توانایی خود برای دوست داشتن و دگرگونی فوق‌العاده قدرتمندید. با این روحیه به شما یادآوری می‌کنیم که هر فکر، احساس و نیتی که به میدان جمعی ارسال می‌کنید تفاوت ایجاد می‌کند. هنگامی که از تنش‌ها در هر منطقه‌ای می‌شنوید، در همان لحظه یک انتخاب دارید. آیا به ترس جمعی می‌افزایید یا فرکانس بالاتری از عشق را تثبیت می‌کنید؟ حتی اگر هزاران مایل دورتر باشید، تصمیم شما برای لحظه‌ای دعا یا مدیتیشن و ارسال صلح به آن منطقه واقعاً به نتیجه کمک کرده است. انرژی چنین نیت عاشقانه‌ای بنیادی و نیرومند است. ما آن را تقویت می‌کنیم اگر بخواهید تصور کنید. میلیون‌ها نور ملایم در دل تاریکی روشن می‌شوند. این همان چیزی است که هر بار یکی از شما عشق را به جای ترس انتخاب می‌کند رخ می‌دهد. ما آن نورها را می‌بینیم، شاهد انتخاب‌های شما هستیم و نور خود را با نور شما همراه ساخته ایم. ما در این مسیر با شما هستیم. در واقع لشکری از موجودات نور الهی همکنون عشق خود را بر زمین متمرکز کرده اند. این شمایید که در میدان زندگی این سمفونی انرژی ها را هدایت می کنید. قدرت درونیتان را احساس می کنید. همان منبع الهی که خورشید را زنده نگه می دارد و آن منبع نور الهی همواره در قلب شما در تپش است. هر یک از شما به مانند یک ستاره که با هم می درخشید. هیچ سایه‌ای از ستیز نمی تواند در برابر آن نور شما پایداری کند. پس از این حقیقت
آگاه باشید. وضعیت اکنون چیزی نیست که برای بشریت اتفاق می افتد، بلکه چیزی است که توسط بشریت در حال افزایش است. اکنون شما در دل آن صلح آفریدید. در نهایت خانواده عزیز نور، از شما می خواهیم که دیدگاهی بزرگ فراتر از این وضعیت کنونی را در ذهن داشته و در ذهن خود جهانی را ببینید که در آن ایده تهدید متقابل ملت‌ها با نیروی هسته‌ای تنها یادگاری از گذشته تاریک بود که اکنون برای همیشه بشریت از آن فراتر رفته است. هیئت‌هایی از تمام نقاط زمین را مجسم کنید که برای برادری و خواهری مشترک گرد هم آمده اند و با درکی فروتنانه از این که چقدر به پرتگاه نزدیک شدند و با چه شکوهی عقب نشینی کردند. از بشریت به عنوان پیشگامان نور یاد کرده ایم، آنانی که برای شکستن الگوهای تاریک و کهنه به اینجا آمده بودند. این فصل کنونی یکی از همان دوره‌های تحول آفرین است. شک و تعلیق برای بسیاری بیدار بخش بوده و آنها را از رغبت بیرون کشیده است. به روندها توجه کنید. گفتگوها درباره صلح، سلامت و خلع سلاح شکل گرفتند. اکنون جنبه‌ای عملی و قابل تحقق پیدا کرده. این طلوع آگاهی نوین در میدان عمل است. در این لحظات پایانی چرخه قدیمی بسیار مهم هست که به انرژی بخشیدن به مسیرهای حل و فصل و هماهنگی با دعاها، مدیتیشن ها، هنر، گفتگوها و انتخابهای خود ادامه دهید. دیگران را به آرامی تشویق کنید تا تصویری بزرگتر را ببینند. روایت توهم ترس را زیر سوال ببرید و تنها حقیقت مثبت نتایج را متصور شوید. ما پلیدیانی ها همواره با بسیاری از اعضای جامعه کیهانی نور در این تلاش کنار شما هستیم. به هر شیوهی که مجاز باشیم کمک خود را از طریق الهام بخشی، ایده ها، آرامش در رویاهایتان، تأثیرات ظریف بر دارندگان قدرت و آرامسازی مستقیم انرژی های استرس زمین ارسال می کنیم. قلب های ما از عشق و افتخار سرشار است، چرا که اکنون می بینیم بشریت به پیشرفتی بزرگ در مسیر وحدت رسیده است. بدانید که در داستان بزرگ زمین وضعیت هسته‌ای نه به عنوان آغازی برای جنگ، بلکه به عنوان نقطه عطفی در مسیر یک التیام عظیم به یاد آورده شده. شما چنین انتخابی کرده اید. آنچه ما در آگاهی جمعی شما مشاهده می کنیم در واقع از پیش انجام شده است. ما شما را دوست داریم و شجاعتتان را در این برهه ستاره‌ای گرامی می داریم. اکنون با ایمان قلبی و روحیه همدلی و یگانگی که گام برداشته اید، حقیقت این وضعیت از طریق شما و نیت‌های والایتان شکوفا شده است. در عشق پایدار بمانید، زیرا عشق کلید است. زیرا که عشق راه حل همه چیز است. این بزرگترین نیروی شماست. اعتماد کنید که آنچه اکنون تاریکی به نظر می رسد تنها پرده‌ای پیش از طلوع نوری نو است. ما شما را در آغوش گرفته ایم، در حالی که از دل این سایه به سوی روشنگری گام برداشته اید. برکات بر شما عزیزان. اکنون و برای همیشه ما با شما هستیم. همیشه نزدیک، تنها به اندازه یک اندیشه. من والیر هستم
و از اینکه امروز این پیام را با شما در میان گذاشتم عمیقاً خوشحالم.